معاون وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس هیئتی به کابل آمده است میگوید تدوین سند جامع همکاری‌های راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان آخرین مراحل خود را سپری می‌کند. برای تدوین سند جامع همکاری راهبردی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از چند سال گذشته در 5 کمیته امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اتباع و آب در حال مذاکره هستند. آنچه که فعلا باقی مونده فقط سند کمیته امنیتی هست. بقیه کمیته ها کارشون رو به پایان رسوندن و اسنادشون آماده هست. سند کمیته امنیتی به اعتقاد من به مراحل پایانی خودش بسیار نزدیک شده. من خیلی امیدوار هستم که در طول این سفر انشالله ما بتونیم این سند رو هم نهایی بکنیم. انشالله این دور آخر مذاکرات ما باشه. اگر انشالله نهایی شد، بعد باید در مورد تاریخی که این سند امضا بشه توسط رؤسای جمهور دو کشور هم تصمیم بگیریم. آقای عراقچی افزود در کمیته امنیتی سند جامع همکاری‌های راهبردی به تفاهم‌ها و توافق‌های خوبی رسیده‌ایم. در رابطه با مرزها، در رابطه با همکاری‌های امنیتی، در رابطه با بحث‌های مربوط به نیروهای مسلح، در رابطه با معامله با مواد مخدر، خیلی موارد ما به تفاهمات و توافقات خوبی رسیدیم و به ویژه از جهت دادن اطمینان‌های امنیتی به هم دیگه، اینکه دو طرف اجازه نخواهند داد که از خاک خودشون علیه طرف دیگه استفاده‌ای بشه، چه توسط کشورهای ثالث، چه توسط گروه‌های مسلح، چه توسط تروریست‌ها. این تضمین‌ها، اینها و تعهدات در این سند وجود داره. تفاهم در مورد همش هم صورت گرفته. عرض می‌کنم یکی دو بند هست که بعضی از عباراتش هنوز مورد دلچسب کامل برای دو طرف نیست. ما هنوز داریم مذاکره می‌کنیم. معاون وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به کابل با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، معاون و وزیر امور خارجه افغانستان، مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار و درباره مسائل مختلف از جمله اهمیت اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان گفتگو کرد. سند جامع همکاری‌های راهبردی خط مشی و اصول حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را به عنوان دو همسایه مهم برای سالهای آینده ترسیم خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.